وقتی استاد میمان وقتی در ادبیات یک شاه مصرع پرداخته بود که روشنی از تاریکی روشن‌تر است. تمام ادبیات با پاک است که چی معنی باشد هر کس به طور خودش هر چی ایراد گرفت نوشت. یکی استاد میرزا فیضعلی بعد کم در توقف ها یک جواب عمیقی داد به این شاه مصرع که چنین است: روشنی از تاریکی روشن‌تر است، ناف ما از ریش ما پایان‌تر است. کله ها بالای گردن های قاق، ای زبرگی بید هم لرزان‌تر است. لبلبو را قند گفتم میخوریم، چون که پیدا کردنش آسان‌تر است. گرچه سرلوچیم پالوش نیستیم، چون که از تاقی کلوش ارزان‌تر است. این زمانی ما زمانی هزل نیست، از حپاقش مشتی ما بیجان‌تر است. فصلی سرما شاعر لغزید و گفت، در ری هموار یخ لغزان‌تر است. کاش می گفتیم اشعاری سفید، کس ازل بازاری آن چقان‌تر است. همین سرای بهترین انسان ها سرایی که موی ندارد. بعضا میگن که خانم ها همین سرا را بسیار اعتراف دارن. خوشبختانه این خسرایی که در اعتراف هستند و صاحب موی نیستن، یک شب در همون دو مورچه بیچاره راه گم زده همین از سری کل میبروین. دو مورچه در همین سری کل میبروین که میگردن و میگردن این طرف میگردن، یک هم جای فرومدن نیست. نه زین پایه سر حواری خشتو لغجانک، ایش میچرته به ایسو میزنه، ایش میچرته در ایسو میزنه. همه قدر شلپرش اینه که مورچه ها حد رفتین. یادش گفته که در زمین را بخواب مردم ای تشنگی را مردم مخیات چیکار عمله زمینش بخریم. دویمش گفته که در این بیابان آوای کجا میاوی تو.